خب دیگه ببین هر کسی هویتی داره. من نمیتونم مثل جوانای امروز باشم. شما بنده سیبیل من خودم من نه باشی موخی کردی. هر جلسه بنده خدا میاد تو احساس گناه ما میزنه. خب گوش بریم سراغ پس تا آخر سال طول میکشه کلاس اگه اونا که میپرسن. بله آقایی که خانمه سیغه‌ای دارن خب نظرشون بنا به یه دلایل شواهدی متوجه میشه. خب به نظر شما آقایه به نفع اون خانمه نیست که مثلا نشون نده به شوهرش که من رو متوجه. دقیقاً یه فکر اینجوری هم ببین خانمای مذهبی این کارو میکنن. خانمای مذهبی این کارو میکنن و بعضیاشون که با من صحبت میکنن منم میگم خوب کار میکنی. چرا؟ چون اگه درو بیاره آقا که رفتار خودش رو نمیذاره کنار. عکس آقا رو البته میبینم میگم ببین خانم این آقا نمیذاره کنار رفتارش رو. تو اگه بگی هم شأن خودت رو آوردی پایین هم اونو پرروتر کردی، خب همین که یه حریمی بینتون شکسته بپذیر منتها دیگه از جون ما یه نظر واسه آقا. خانم‌های غیر مذهبی عموما این کارا نمی‌کنن. خانم‌های غیر مذهبی این دور زمونه مثل اینا که مثلا هستن اینا چالش دوست دارن. نیاز دارن به چالش با مرده. اصلا از چالش با مرده لذت میبرن. خب و دنبال برابری حقوق زن و مردن. من کمتر خانم مذهبی دیدم، یعنی که غیر مذهبی دیدم که همچین موقعی چشم بذاره. خانمای مذهبی چون مثلا پیغمبر خودش 40 تا زن داشته، نمیدونم امام حسن کلی زن داشته، بعد تو اسلام 4 تا زن گفته شده، صیغه گفته شده، اونا راحت تر میتونن چشم بذارن و یه درایته منتها عاقلانه کار مذهبی و غیر مذهبی. آره به نظر نمیدونم غیر مذهبی زنی که بخواد زندگیشو حفظ بکنه و بنا به اون دلایل احساس بکنه که الان این به نفعش دقیقاً برآورد سود و زیان میکنن. زنای غیر مذهبی تو جامعه ما الان، زنایی که حالا نمیگیم غیر مذهبی، سکولار، این جهانی فکر میکنن به دنبال برابری زن و مردن و حتی چیرگی زن بر مرد. خب اینا نمیپذیرن. آخه دکتر فقط به همچین مسئله بعدم یه ذره اگه خانم خودش یه ذرم قرتی باشه میخواد آتو رو از آقا بگیره که یه آتویی داشته باشه که اگه یه روزم اون گریزی زد بگه خب کم دیگه تو کردی منم کردم. یه بعد دیگه داره سوالم. پیشنهاد ما به عنوان مشاور این باشه که به نفع تو این اگر این روی کرد و خودش اتخاذ کرده، آره اگر این روی کرده اتخاذ نکرده من لزوما اینو بهش نمیگم. میدونی چرا؟ برای اینکه میره به یه مشاور خانم دیگه میگه، مشاور خانم برمیگه غلط کردین، خودش این کار است حتما که به تو میگه چشات هم بزن بپذیر، نپذیری یا برو طلاق بدی. اصلا اگه خودش باور نشه نمیتونه. من میگم بیا سود و زیان کنیم ببینیم به روش بیاری بهتره یا به روش نیاری. برای من برو سود و زیان این که به روش بیاری رو بنویس بیار و واقعا سود و زیان میکنم. شاید برای ایشون سود کردید که به روش بیاره ولی برای ایشون نکردید. بستگی به پرسونالیتی طرف داره. اگه یه خانم اوایدنت بدبخت بیکار دیپلم خونه داره من میگم چه شاده هم بذار. ولی اگر یه خانومیه که مثلا فوق لیسانس استاد دانشگاه کار خصوصی هم داره باباش هم حمایت میکنه من اونم بیشتر طالب اینم که به رو بیاره. خب به بعضی از خانوما رو کرده وسطش رو میگم که شاید واسه شما عجیب باشه. وسط این که میگم به روش بیار ولی مقابله نکن، بهش فقط بگو فلان شده میرین کثافت کاری یادا میکنی، حداقل با کاندوم برو، ایدز و هپاتیتی منو نکنی. من گناهی ندارم هپاتیت بگیرم به خاطر اینکه تومونت بنده شله. اینو من یادی زنه میدم. خب این یعنی که من موافق این کاره تو تاییدش میکنم. نه بمونی در کنارش رو بروش بیاری. نه برای چی؟ برای که پس فردا من بهش یاد میدم به خانومه که فداکاری بیش از حد در آقای نکنه. ببین لباس تو نداشت میخواستی بگی چیزی جونه دور کنه اینجوری سرزنش کردن. فهمیدی؟ گاهی ببین زنای ایرانی بیش از اندازه فداکاری واسه مردشون میکنن.
این لزومی نداره. نه واقعا زیادی فداکاری میکنن، زیادی فداکاری میکنن. آره وقتی زیادی لطف کردی دیگه یه دفعه که نکنی اون وقت یارو میگه آها چی واسه چی کار نکردی؟ خب چرا برام مثلا اون تو نزدی چی نکردی؟ خب مثلا من خودم روز اول به خانمم گفتم من بیش فعالم، از بچگی از اتو زدن بدم میاد، من نمیتونم اتو بزنم. خب من اتو نمیکنم، نه اینو روشم تو چمدون اینجور شده، خب من اتو نمیکنم. خب من ظرفا رو میشورم تو اتو رو بکن. حالا که الان وقتمون مثلا بیشتر درگیر شده ظرفا رو تو ماشین ظرفشویی میذاره، لباسا رو هم خوشویی میدیم. خب ببین همه چیز تو زندگی پایا پایه. خب همه چیز تو زندگی پایا پایه. خب این شما مهارت‌های زندگی رو بلد بودید، همینا رو به بقیه اینا رو بلد نیست، هیچ وقت نمیپذیره وایس ظرف بشوره. آخه بلد بودن هم نیست. اولا یواش باید به یکی یاد داد. دوما همیشه اینو بدون این مرد بیشعور رو یه زنی تربیت کرده. اگه مادر دلش خودش بوده دیگه. نه مرد سالاری داره کم میشه. حالا بگذاریم. خب دسته‌بندی فرانک پیتمن رو بنویسید. این تخت پاک کن کجا؟ نه این مواد. آره ده هم تجربه. معرفی کردی برای تو 12 قدم ترک عادت‌های ناپسند. 12 گام در ترک عادات ناپسند. کتاب خیلی خوبیه. من به مراجعه دارم. نوشته کیشو نمیدونم. تو مطبعم هست. جلد سفیدی داره. عکس یه نرد بون روشه. ولی این 12 تا میذاره خیلی تصنعی نیست. ببین وقتی کسی 60 کیلو 80 کیلو باشه این تو تخت پاکن بود. وقتی که یکی 60 کیلو 80 کیلو کم میکنه تو اصلا بگو تصنعی. کارکرد داره. ببین به قول دکتر طریقتی با الکل خب نیست دیگه. حالا بازم با همون باز می‌نویسیم. حالا اینجا می‌نویسیم. حالا با یه رنگ دیگه بنویسیم. خب نداریم عزیز من نداریم. ماژیک نیست. واسه رفتارهای ادیکتیو، رفتارهایی که الگوی ادیکتیو داره. خب من میخوام یه چیزی بگم. دکتر طریقتی حرف خیلی قشنگی زد. گفت آقا پیرزنه میره تو سقف خونه یه دونه شمع روشن میکنه تا یه ماه حالش خوبه، دست دردش خوب میشه، پا دردش خوب میشه، روحیش هم خوب میشه. تو اگه بیای بهش بگی که این خرافاته، اگه بهش برگردی بگی این خرافاته چرا این کارو میکنی، اون شمع رو ازش بگیری، چقدر سیستم مددکاری، روانشناسی و فیزیوتراپی و پزشکی داری که اون پیرزنه بدی. وقتی یه چیزی فانکشن داره اصلا یارو میگه بی بیدی با بیدی بو حالش خوب میشه. خب تو چی کارش داری؟ چرا فضولی میکنی؟ خب اینه که یه چیزی وقتی فانکشن داره، خیلی الان تو NA با همین 12 قدم تریخ گذاشتن کنار، احتیاجش گذاشتن کنار. خب تناف دیگه ما زیادی که نمیخوایم که همه، شما نمیتونید توده جامعه رو انتلکتوال کنید. اینو دکتر قاسم زاده به من یاد داد. اینو دکتر قاسم حبیب الله قاسم زاده به من یاد داد که آقا جون تو نمیتونی توده جامعه رو انتلکتوال کنی. اصلا اندیشه مال اقلیت آدماست. جامعه توده باید توده وار عمل کنه. خب و سلام دیگه. من خودم واسه مثلا سر قضیه نمیدونم مهریه و این چیزا رفتم با دکتر قاسم زاده مشورت کردم که آقای دکتر من مثلا میگم حق طلاق بدم، حق حضانت فرزند بدم، مهریه ندم. خب بعد چی گفت به من؟ گفت تمام حرفا روشن فکری رو بزن، بیا تو اتاق برای من بزن، بیرون از اینجا که میری مثل نجاره و نونوای ازدواج کن. چرا؟ مثل عرف جامعه. و منم همین کارو کردم، خرمم از پول گذشت. چند تا بگم؟ آره چی کار داریم بالاخره جوری هست که زندان بریم. حق طلاق با یعنی هزانت ندادم. نه خب دادن دیگه. یعنی یه چیزایی هست که شما باید بدونید وقتی یه چیزی تو جامعه فانکشن داره بهش حمله نکنید. آقا جمع‌کران حالا خرافات یا درسته، وقتی کار کرد داره تو چی کار داری فضولی میکنی؟ یه سری دوست دارن برن جمع‌کران، هر سه‌شنبه برن جمع‌کران، خب برن، دوست دارن بهش اعتقاد دارن، تو حق نداری بیای ازشون بگیری.
اینه که شما با مسائل مذهبی جامعه، با عرفیات جامعه به راحتی ستیز نکنید. یه اشتباه روشنفکران جامعه این بوده که همیشه خواستن عنصر دین کمرش رو قطع کنن. اصلا به شما چه بذارین دین باشه تو جامعه؟ این جامعه که هنوز مدرن نشده و اخلاق توش نیست، اگه دین ازش گرفته بشه که دیگه همون میخورن وسط خیابون. فهمیدین؟ اینه که شما باید دین باشه توی جامعه. اصلا دین با حوزه روشنفکری با هم کاری نداره. ولی هر کی اومده اینجا قبل از اینکه حرفای رو مدرنیته رو بزنه اول اومده گفته دین نباید باشه. خب این اشتباهه. اینه که 12 گام به نظر من خیلی عالیه. چرا؟ چون من چیزی جایگزین 12 گام ندارم تو جامعه‌ام که به این فرد ارائه کنم. خب کما این که تو بحث سکس و تو بحث اعتیاد معنویات و مسائل دینی هم خیلی خوبه. برای کسی که مثلا دین مداره تو میتونی با تقویت اندیشه های دینیش استوارش کنی در برابر انحرافات جنسی. خب وقتی چنین چیزی کارکرد داره چرا من ازش استفاده نکنم؟ وقتی مثلا میبینم طرف مذهبیه میگم در کنار این دعوا شبی 7 آیه هم بخون. خب این خودش خیلی حالشو بهتر میکنه. ولی به عرق خوره نمیام اینو بگم که خب مثلا 7 آیه بخون با گم شو. خب اینه که با این حواستون باشه که ستیز نکنید. دسته‌بندی فرانک پیتمن اولیش چیه؟ اکسیدنتال افیره. این جدیدتر از اون یکیه. این جدیدتره. اکسیدنتال این فیدلیتی یعنی چی؟ بی‌وفایی تصادفی. شایع ترین روابط اکستراماریتال بچه‌ها روابط اکسیدنتاله. یعنی تو در یه جایی 2 تا نگاه با هم تلاقی پیدا کرده، 2 تا روحیه نزدیک به همدیگر رو درک کردن و سپس همدیگر رو جذب کردن و حالا وارد رابطه شدن، از هم خوششون اومده و ادامه دادن. یهو میبینی یه چشم رنگی، یه موی بلوند، یه قد بلند آقا، یه چارشونه بودن آقا، یه دونه شوخی با مزه آقا، دل از دل خانوم برد. تمومه دیگه. این چیز اکسیدنتاله. و بنابراین یکی از چیزایی که من به اغلب خانومایی که شاکی میان از دست شوهرشون که شوهرم خیانت کرده یا مردایی که شاکی میان از دست زنشون که زنم خیانت کرده بهش میگم که ببین اغلب این پدیده تصادفیه. عین تصادف رانندگی. وقتی تو ماشینت به یکی میزنه یا یکی به ماشین میزنه قصد و غرض قبلی، نقشه کشی قبلی، برنامه‌ریزی قبلی نبوده. برنامه‌ریزی قبلی نبوده. یه پیش زمینه قبلی داشته. بله دیگه بالاخره. آره بالاخره وقتی مثلا تو میری تو جامعه یه نفر رو میبینی برای جذابه، اون یه نفری که برای جذابه یه چیزی توش وجود داره. فرض کنیم اگه این برای من جذابه یه چیزی از این چشش، ابروش، لبش، قدش، هیکلش، رفتارش شبیه کسی بوده که من در گذشته اونو دوست داشتم و حس خوبی بهش داشتم. بهش میگن قیافه های پروتوتایپ، یعنی قیافه هایی که آشنا هستن. خب یه چیزی وجود داره. اگه من و این به هم کشش داریم و این کشش متقابله، یه چیزی بین ما وجود داره. یه موقع کشش یه طرف هست فقط این برای من پروتوتایپ بوده و مثلا آشنا بوده و من خوش آمده، ولی یه موقع میبینید 2 نفر به هم کشش دارن، از هم خوششون میاد، دوست دارن همدیگه رو تجربه کنن. زندگی مدرن میگه آقا یه بار به دنیا میای، یه بار از دنیا میری، تجربه کن. اخلاق میگه نه، تو باید متعهد باشی. خب حالا وقتی اکسیدنتال این دوتا مثلا میبینی چی؟ اون آقا با زنش دعوا شده، شب رفته پیتزا بخوره. تو پیتزا فروشی، من یه کیس واقعی دارم بهتون میگم، تو پیتزا فروشی یه خانم رو میبینه، از هم خوششون میاد، با هم صحبت میکنن، عاشق هم میشن، آقا میره زن خودش رو طلاق میده، با این ازدواج میکنه. یه کیس واقعی.
اگر اون شب این دوتا با هم باشون نشده بود، آقا قهر نکرده بود بره تو پیتزا فروشی و اون خانوم هم که سنش 10 سال بالاتر از آقا بود تو پیتزا فروشی حضور نداشت، برای اون آقایی که 12 سالگی فرستادنش خارج و دچار محرومیت عاطفی شد، دچار طرحواره رها شدگی و محرومیت عاطفی شد، حالا میاد تو این پیتزا فروشی میبینه و میبینه که نوازش داره میشه، اون حالت مادر معشوقی خب شکل میگیره و این اکسیدنتاله. تو حالت دومش حالت فیلاندرینگ هست. فیلاندرینگ یعنی خانومبازانه، لاس زدنانه، اشوه‌گرایانه. آره. خب فیلاندرینگ توی زن و مرد متفاوته. توی مردا به صورت یک سرگرمی لایک هابی یا اینکه از an hyper masculine behavior مانند یک رفتار هایپر مسکولینه. ببین یکیش لایک هابی مثل سرگرمی، مردا سرگرمیشون چیه؟ وایسن نگاه کنن به خانوما، عیش کنن با هیکلشون و متلک بندازن و بلاسن و تا دریوری هم بگن. خب مردا اغلبشون اینجوری هست دیگه. خب یکی دیگهش به عنوان یک رفتار بیشنرینه، هایپر مسکولین. یکی دیگهش چیه؟ این مدلای مرداست. یکی دیگهش چیه؟ رقابت با مردان دیگه، یعنی کامپیتیشنه، یعنی مسابقه است بین مردا که هرچه بیشتر پارتنر داشته باشن و هرچه بیشتر پارتنراشون رو از گزند بقیه مردا حفظ کنن. این یه رقابت بین مردا. برای اینه که مردا وقتی تعداد پارتنراشون میره بالا احساس قدرت میکنن، فکر میکنن چی هم مثلا سریالی که نشون میده همه سلطان سلیمن. خب یعنی فقط جامعه ایران ماشاءالله قربونش برم همین سریالو کم داشت فقط، یعنی دیگه واقعا همه چیزمون جور بود، این یکی کم بود که یکی هم خدا رسون دیگه که دیگه حالا همه دنبال تشکیل حرم سرا باشن. مردا که دیگه واقعا میبینی که مردا زنا بیشتر دنبال این سریالا، یعنی اگه یارو چک بانکی داشته باشه چک بانکیشو بهت میکنه سلطان سلیم. من که ندیدم نمیدونم، ولی هر کی رو میبینی آقا بودو آقای دکتر من معطل شدم تو مطب میخوام برم این سریاله رو ببینم میگه مثلا چیه بابا تو زنت داره از طلاق به 80 دفعه تکرارش استرس هم میاد که علت ناتوانی جنسی سلطان یه شب در میون دیگه پخش میکنه. اما تو زنا چجوریه؟ تو زنا کسایی که نوع فیلاندرینگشا، نه اینکه کلا رابطه اکسترامریتال تو زنا، نوع فیلاندرینگ در زنا searching for Mr. Perfect، دنبال مرد کامل بودن. searching for Mr. Perfect. هم یه مدله؟ نه یه مدل دیگه هم زندگی با حجمی آکنده از خشم. این که طرف داره توی زندگی خیلی با خشم و رنج زندگی میکنه، پس میگه که خب اوکی حالا که ما زندگی که نداریم بس حداقل دوست پسر داشته باشیم حداقل بتونیم زنده بمونیم. یکی دیگه چیه؟ طبع وحشیه بعضی از زنها. طبع وحشیه بعضی از زنها که مثل مردا نمیتونن در چارچوب ازدواج وایسن. پس سه حالت مال زنها. آقایونم شد 3 تا دیگه. فیلاندرینگ آقایونم شد 3 تا: رقابت، سرگرمی، رفتار پیشنهادینه. خب با این مدل پس ببینید
این مدل با این مدل چه فرقی داره؟ در مدل اکسیدنتال فرد برنامه‌ریزی قبلی برای اینکه امروز من باید یک کیسی تور کنم یا این هفته باید یک کیسی تور کنم نداره. رفتار پیشنهادی چیه؟ یعنی که نشون بده که قدرت داره، سوپرمنه، از وردی سره، جذابه. خب نوع دیگه که خیلی سخته و واقعا درمانش هم خیلی مشکله و شایدم نشه درمانش کرد، رومانتیک اینفیدلیتیه. زمانی که شما با یک ترو لاو سر و کار داری، با یک ترو لاو سر و کار داری و این آدمایی که همدیگه رو میپسندن و ذهنیت‌های مشابه هم دارن، اگر در نزدیکی هم قرار بگیرند دچار ترو لاو میشن، یه عشق واقعی. ترو لاو T-R-U-E لاو L-O-V-E دچار ترو لاو میشن و اون موقع است که دیگه واقعا ما نمیتونیم کاری کنیم. خیلی سخته، خیلی سخته، مگر اینکه طرف خیلی اخلاقی باشه یا خیلی مذهبی باشه و دارو هم بخوره. چون در این حالت عشق تبدیل به چی میشه؟ یک وسواس، یعنی یک نوروز، یا از اون بالاتر یک جنون، یعنی سایکوز. که اونه که میگه عشق آتش بود و خانه خرابی دارد. اینجاست که ما مرد و دختره که گفتیم مرد پیر بود. آره مثل اون بچه‌ها لاو یه چیزیه که واقعا زندگی رو تحت تاثیر قرار میده. من تو کودکستان عاشق یه دختری بودم، از 3 مثلا تا 7 سالگی میدیدمش، از 7 سالگی دیگه ندیدمش. نزدیک بود تو 21 سالگی باشه ازدواج کنم، تو 20 سالم بود، تو 20 سالگی. واقعا فقط پایداری پدرم باعث شد که این ازدواج شکل نگیره. چند وقت پیش بود که ما اسباب کشی داشتیم، مثلا این چیزای قدیمی رو می‌خواستیم بریزیم دور، توی مکانی بود، اون مکان رو فروخته بودیم. من رفتم دیدم با خط کلاس اول دبستان با خودکار تمام اون کمد سفید و تمام اون چیزایی که تو اون خونه داشتیم و درشو که با کردیم تمامش من همینجور نوشتم لیلا 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 همه جاش. و واقعا میگم واقعا 20 سالگی میخواستم باشه ازدواج کنم، با موقع ترو لاو بود، یک ترو لاو بود، فرست لاو بود و ترو لاو. اینه که میخوام بهتون بگم روابط رمانتیک 2 نفر هم دیگه رو دوست دارن، یه عشق اینجا هست و اینجا به عنوان درمانگر خیلی بستگی داره به ایدئولوژی تو که چقدر خودت رو مجاز بدونی که این رابطه رو بشکنی. وقتی یک ترو لاوه، یه موقع یه عشق کاذبه، تو داری میگی خانم این میخواد از تو فقط سوء استفاده کنه، این یه دون جوانه تمام عیاره. همچین موقع‌هایی من میگم برو بیارش. اصولا بدونید ما معشوقه رو به رسمیت نمیشناسیم و نمی‌بینیم بیاد توی جلسه. چرا؟ چون بعد زوج فرد میتونه که از ما شاکی بشه که تو با خواستن اون توی جلسه بهش رسمیت دادی. خب ولی در نوع رمانتیک من میگم برو پارتنر بگیر. خب بعد وقت درمان اگر عشق کاذب باشه و طرف یه دونجوان باشه، طرف یه آدم قالتاقی باشه که اینو عاشق کرده، که همه اینا رو میگم کتابش رو ایرانگرم در میارم، روشم علامت میزنم که این بردرلاینه، نارسیسیستیکه، آنتی سوشیاله، تو نمیفهمی، این مشکل داره، این فردا پدره رو در میاره. اگرم قبول نداری جلسه بعد ورش تا بیارش تا من برات به چالنجش بکشم و بهت ثابت کنم که اون چیزیه که من میگم. ممکنه تو همون بار نخست اگه ببینم پسر خیلی قانتاقه و دیگه نمیاد، همون بار نخست یک چیزایی بگم که پسر خودش نشون بده و بگم یاده وقتی این کارو کردم اینو گفت، وقتی اینو گفتم اونو گفت، یاده وقتی بهت گفتم پس این خانم اگر جدا بشه و شما حاضری تعهد اینجا بنفسی کتبی که اگه این خانم جدا شه باشه ازدواج میکنی؟ یاده گفت نه من چنین تعهدی نمینفسم. یاده گفت من قول 100% واسه ازدواج نمیدم که بعداً بخوام چیز کنم. یادته؟ اصلا یه ترو لاو نیست. کسی که ترو لاو باشه میگه آره طلاق بگیرم میگیرمش، من اون لحظه شماری میکنم تو داشه بگیرمش. خب
یا اینکه مثلا دقیقاً من کیس داشتم بهش گفتم خانم خود تو خرج تو به تنهایی در ماه خرج لباس و آرایش ما 1,000,000 تومنه، 1,000,000 هم گشت و گذاره ده، 1,000,000 هم خرج اجاره خونه ده بعد از طلاق. این آقا که فروشنده است توی پاساژ تجریش ماهی 800 تومن حقوق میگیره، 2,200,000 دیگر از کجا میخواد بیاره؟ و خرج خورد و خوراک از کجا میخواد بیاره؟ آیا تو زنی هستی که بتونی با ماهی 150,000 تومن پول تو جیبی زندگی کنی؟ تازه خونه رم بگردونی؟ گفت نه. گفتم پس اینجا تو باید بدونی که اگر فرض کنیم رابطه عشقه باید اون عشقم سرکوب کنیم چون فرجامی نداره. خب ولی ما همه رومانتیک‌ها رو نمیتونیم به چالش منطقی بکشونیم چون که در عشق منطقی وجود نداره. اینها میخوان همدیگر رو تجربه کنن. شاید هم خانم زن داشته شوهر داشته باشه هم آقا زن داشته باشه. این دوتا میخوان همدیگر رو تجربه کنن. میخوان اصلا سکس کنن. حرفای ما رو هم به رسمیت نمیشناسن. کار خودشون هم میکنن. تجربه به من ثابت کرده که اینا کار خودشون هم میکنن. حتی اگه دم مرگم باشن. چون من کیس رو داشتم که مثلا سرطان کلیه هم داشت ولی تو آخرین لحظه با معشوقه بود. خب اینه که کسی که دوچار لاو بشه هر جوری هست میخواد تجربه کنه، ولو 3 سال بعد ولو 5 سال بعد. عشقای زنده به گور شده بعد از ازدواج میشن عشقای زنده به گور شده رو الان کی از گور در میاره؟ فیسبوک. بدبختی ما الان فیسبوک. یعنی تو میری دوست پسر 25 سال قبل اون تو پیدا میکنی، خب یا دوست پسر تو رو پیدا میکنه و این عشق زنده میشه و میزنه بالا. تعریفش میشه عشق برابر با کلیات هورمونای جنسی. هورمونای جنسی لزوما نه، مسمومیت مغزیه. یه نوع مسمومیت مغزی با همون فنیل اتیل آمینه. حالا کلیدون دوز اندک ریسپیریدور، دوز اندک آنتی سایکوتیکا رو ما به کار میگیریم برای اینکه این مسمومیت مغزی رو از بین ببریم. ولی اگه فرد بخوره، آقا 2 نفر همو دوست دارن، 2 نفر همو دوست دارن، جفتشون هم متأهلن، میدونن هم که دارن این کار غیر اخلاقی میکنن ولی همو دوست دارن با هم حداقل 1 بار بخوابن. حرف ما رو گوش میکنن ولی حرف ما رو گوش نمیکنن. بعد یه رابطه‌ای درست میشه که در اغلب مواقع بین 2 تا 3 سال عمر بیشتر نداره. چون عمر عشق 3 ساله. چون بعد از 3 سال این مسمومیت مغزی با این دارو با این ماده از بین میره. عمر عشق 3 ساله. اینو بدونید. عمر عشق 3 ساله. دوست داشتن 3 سال نیست، اینتیمیسی 3 سال نیست، ولی عشق 3 ساله. به خاطر اینکه مغز کم کم این ماده رو یاد میگیره که چه جوری در برابرش مقاومت کنه و مسئول شه. تا اون 3 سال این موضوع رو نفهمه، این موضوع مثلا دیگه تموم میشه و دوباره به زندگی عادیش برمیگرده، دختر یا پسر برمیگرده. ولی اگه بفهمه جدا میشن. آره. مثل چی فیلم پیشنهاد بی‌شرمانه. زنه واقعا از مرد طول داره، خوشش اومده بود، فقط برای $1,000,000 نرفت خوش بخوابه، خوشش اومده بود ازش و بعدم تا مدتی واقعا دوستش داشت، ولی بعد از یه مدتی گفت که نه من میخوام برگردم به زندگی خودم. البته بدونید اون فیلم قدیمیه، اگر اون فیلمو الان میساختن زنه بر نمیگشت. خب اگه تو اروپا ساخته شده بود جای دیگه بود بازم زنه بر نمیگشت. فهمیدی؟ خب یعنی میخوام بهتون بگم یه سری فیلم ها قدیمیه. مثلا یه فیلم دیگه هم هست خیابان هانوور. در خیابان هانوور هم اگه الان ساخته میشد خلبانه نمیگفت بزنه تو شوهر داری بچه داری برو، فهمیدی؟ میگفت چی؟ مرده رو نجات میداد شوهره را، ولی بعد داشت میگفت که در ازاش بزنی من تو رو نجات دادم ولی این دلیل نمیشه که زنه رم بهت بدم، جونتو بهت دادم ولی زنتو بهت نمیدم. این میشد. میدونید خب مثلا خیابان هانوور مال دهه 70. اینه که شما باید بدونید که این دور زمونه این توی اروپا و آمریکا هم خیلی قوی شده، نه فقط توی مثلا بگیم جهان سوم و ایران. این یه چیز قوی شده است.
یه چیز خیلی قوی شده است. برای رومانتیکا رو واقعا خیلی نمیشه درمان کرد. من نمیدونم چقدر شما تجربه برخورد با کیس رومانتیکا داشته باشید، ولی رومانتیکا رو نمیشه کاری کرد. میکشه خودشا. یعنی باور کن من دیدم زن شوهردار ساعت 3:30 بعد از نصف شب از خونه به 1000 بهونه که دوستم حالش بده میخوام برسونم بیمارستان چی اومده بیرون، رفته خونه دوست پسرش 3:30 بعد از نصف شب. یه چیزیه اصلا رومانتیک فقط کافیه عشق رخ بده. شما به قصه های عشقی که استنبت مطرح کرده معتقدن؟ خب حالا بالاخره اونا هست. من میخوام ببینم اون تعریف اونو من میپذیرم ولی بستش میدم. من فقط 3 المان نمیبینم که پشن و کامیتمنت و اینتیمیسی. من چیزای دیگه اینتیمیسی خیلی بیشتر، اینتیمیسی خیلی چیزا میدونم ولی اونو قبول دارم، بیسشو قبول دارم. خب رخ میده دیگه. ببخشید شما فرمودید که بعد از 3 سال مغز خودش فنیلکتامین رو ترشح میکنه. نه دیگه مقاوم میشه در برابرش. تا 3 سال آسیب پذیره، بعد 3 سال مقاوم میشه. بی‌وفا رو چجوری تنظیم می‌کنی؟ فیلم چی؟ بی‌وفا. بی‌وفا همه چی جور بود، فقط مرد اکسایتمنت نداشت، هیجان نداشت. هر زنی 2 تا باک داره، یه باک اتنشن، یه باک اکسایتمنت. مرد اکسایتمنت نداشت. مثلا بی‌وفا رو تا آخرش ندیدم، اعصابم خوب شد چون متجاوز از 400 تا کیس این بی‌وفا دیدم. واقعا دیگه آخرش گفتم به خانمم تو برام تعریف کن، چون 400 تا کیس عین بی‌وفا من دیدم حداقل، که مرده یه مرد خوبه که همه چی سر جاشه فقط اکسایتمنت نداره و خیلی اکسایتمنت مهمه، به ویژه برای هیستریونیک. تو کتاب کاپلان برای هیستریونیک نوشته دیز پرسونالیتی هست. خب دیز پرسونالیتی هست واژه انگلیسیش هست craving for excitement، یعنی اتش داره برای هیجان. من ترجمهش کردم تشنه بیقرار توجه و هیجان شخصیت هیستریونیکا. اصلا تشنگی همیشگی داره. craving رو برای کی میگن؟ برای کسایی که معتاد به تریاک و کوکائین محرکن میگن اینا craving دارن، اتش دارن. خب اتش دارن. اینه که شما باید بدونید که اون فیلم اینجوریه. پس این رومانتیکا رو واقعا یه چیزی که خیلی سخته. استاد اون فیلم داستان کوتاه‌ترای عشق کیشلوفسکی، خب اونم پسر موزارت میشه؟ من اون ندیدم. بیا. خب بعدیش مریتال ارنجمنته که بسیار شایع هست در بعضی از کشورها مثل فرانسه. خب و در ایران هم داره شایع میشه و یه معضل امروز ماست که 2 نوع داره. یه نوع اوپن هست، یه نوع سایلنت، یعنی آشکارا به توافق میرسن که ما با هم زندگی میکنیم، بچه‌هامون هم بزرگ میکنیم، ولی هر کی حق داره با هر کی دوست داره بخوابه. یه نوع هم سایلنت یعنی پنهانی. اینها اگریمنت دارن. نه همخونه نیستن، زن و شوهرن. نه زن و شوهرن، آشکار زن و شوهرن، با هم حتی سکس هم میکنن، بچه‌شون هم دارن، خیلی هم دوست دارن، سفر هم میرن، همه کارهای زن و شوهری رو دارن، ولی محدودیت از نظر رابطه برای هم نمیذارن. خیلی میان پهلوان که همچین اوکی بهشون بدیم. زن و شوهرای شبه روشنفکر، زن و شوهرای خیلی انتلکچوال، زن و شوهرای خیلی پست مدرن که جو کتابایی که خوندن اینا گرفته بردنشون تو هپروت روشنفکری، خیلی میان پیش ما که اوکی بگیرن که اوپن وارد همچین رابطه رو بشن، زن و شوهر باشن، همدیگه رو دوست داشته باشن، برای همسنگ تموم بذارن، بچه دار بشن، بچه بزرگ بکنن، ولی هر کی هم آزاد باشه که با هر کی خواست بره. شما میگین منطقی که اصلا من اوکی نمیدم و بهشون میگم که قطعاً اون حالت ازدواجی بعد از مدتی بین شما فرو میریزه، دوچار خشم هم میشید و عمر بیشتر 3 تا 5 سال ازدواجتون نداره. قطعاً هم بهشون میگم چون کیساشو داشتم.
مثلا کیسای سکس زبدری رو من زیاد داشتم، کیسای اینجوری رو زیاد داشتم. بعد از مدتی اینا با هم چیز میشن. آره من گفتم ما باشیم، من یه دوست دختر فقط داشتم، تو با 3 تا رفتی، یعنی چه، واسه چی؟ اصلا میزنه به هم. یک جایی اصلا اینو احساس میکنن که این دیگه ازدواج نیست، یه بیبند و باریه. ببینید تو فرهنگ فرانسه هم چه چیزی هست، تو فرهنگ ایران هم چیزی نیست. تو فرهنگ ایران فرهنگ حرم سراداری بوده، زنا دیگه نمیتونستن برن برای خودشون معشوقه بگیرن. ولی تو اشرافزاده های فرانسه و حتی تو قشر توده عام فرانسه هم شوهر هم زنه میدونستن، برو خودشون نمیبرن. اینجا چنین چیزی سابقه پیشینه تاریخی نبوده، پس نمیشه یهو پیشینه رو درست کرد. و تمام کسایی که من دیدم همچین چیزی رو اوپن داشتن از هم طلاق گرفتن. خیلی نمونه هاشو داشتن. سایلنتش به قول این خانم برو خودشون نمیارن دیگه، هر میدونن. آره میدونن. الان توی طبقه فقیر جامعه هم، یعنی پایین‌تر از متوسط جامعه هم، این حالت اوپن خیلی زیاد شده. مرده میگن ببین من تو خوشم نمیاد، تو منو تحریک نمی‌کنی، من نمیتونم با تو سکس کنم، با هر کی میخوای برو دوست. خیلی راحت بزنه یا ببین این چیزی که بهتون میگم، مثلا تو میدون خراسان، نمیدونم خزانه نازی‌آباد، همچین جاهایی من میبینم این کیسا. بعید از مردم. خب میگن برای منم خیلی عجیبه که مثلا برمیگرده میگه با هر کی میخوای برو، من بهت میل ندارم، با هر کی میخوای برو. ولی وظایفش یا میاد چی؟ از نظر پول و از نظر پول و اینا میاره مسئله برای خانواده، ولی با زنش نمیخوابه. با زنش نمیخوابه. توی ازدواجای سنتی قدیمی خیلی حالت زیاده. توی ازدواجای سنتی قدیمی خیلی حالت زیاده که الان رسیدن مثلا به چرتکه اول زندگی زناشوییشون. میگه آقا ما 17-18 سالمون بوده زن و شوهر شدیم، ما اصلا نه هیکلش برای من جذابه، نه قیافش برای من جذابه، من نمیخوامش، با هر کی میخوام بره، من اصلا برو خودم هم نمیارم، فقط تو محله نره آبرو ریزی بشه، با هر کی میخواد بره. خیلی عجیبه برای من مرد سنتی ایرانی همچی چیزی بگه. خیلی عجیبه. مشکلی داره یعنی چی؟ مثلا خودش یا احتیاط داره اصلا دوست نداره زن جذاب نیست. یه زن قد کوتاه چاقه که اصلا به خودش نمیرسه. خب این پا منبری خوبیه، ما یه چیزی میگیم دنبالش این نه بگو هر جا میریم اینو باید دنبال خودم ببریم، ما میگیم تا بر اصلانش میره. خلاصه اینه که این دسته‌بندی رو من خیلی میپسندم. این دسته‌بندی رو من خیلی این الان تموم شد دیگه. این تموم شد. من این سوال دارم، بعضی از آقایون هستن که فقط مثلا از سکس یه خانم خوششون میاد، یعنی خارج از اینکه طرف بخواد ادیکت. تو کدوم گروهه؟ فیلاندرینگ فقط از سکس خانم لاس زنانه است. یعنی تو مثلا تو این مدت شاید 1 سال 2 سال هم باهاش بمونه، بعد مثلا شواهد و قرائن هم نشون میده تنها چیزی که هست مثلا سکس اون خانومه که خیلی حالا نمیدونم ویژه است و احساس چی داره؟ قدرت میکنه که همچین زن سکسی مال منه. یعنی فقط شاید از نظر اونم اینجوری باشه این خانم سکسی باشه حالا نه اینکه کلا حالا به هر حال گفت با علف به دهن بزی باشه میاد این با خوشحاله، خانومم با جنبه چیز دیگه اون آقا خوشحاله. اوکی با هم خوشحالن. خب چه چیزی داره؟ چه این وسط؟ ببین اگه زن متأهل نباشه، اگه زن متأهل باشه آره، ولی اگه متأهل باشن خب ببین آسیب میزنه. چرا؟ چون وقتی که شوهر یارو یا زن یارو بفهمه که یارو ارتباط زن خارج زناشویی داشته، اولین چیزی که از همسرش پیش چشماش فرو میریزه و دیگه اون موقعیت سابق رو هیچ وقت به دست نمیاره و همیشه یک خشم پنهانی وجود داره یا یک قصه اندوه پنهانی وجود داره. ولی آدم‌ها این کارا رو میکنن. آدم‌ها خیلی وقتا مگه ما سر کلاس معلم که نشستیم شیطونی نمی‌کردیم؟ مگه با بغل‌دستی حرف نمی‌زدیم؟ مگه روی ورقه یه چیزی نمی‌نوشتیم دست به دست می‌کردیم؟ مگه شیطونی نمی‌کردیم؟
میدونستیم از نمره انضباطمون کم میشه، معلم منفی برامون میذاره، از نمره درسمون کم میکنه یا میندازدمون بیرون، ناظم برامون بابا مامانمون رو میخواد. ولی این کارا رو میکردیم. بشر یه موجودیه که اصولاً در چارچوب دوست نداره باشه. هیچ حیوانی دوست نداره در چارچوب باشه. خب همه از محدودیت فراری هن. اینه که میکنن این کارا، وگرنه خب ضررش رو میکنن. خیلی وقت یارو میگه آقای دکتر من میخوام برم یه دوست پسر بگیرم، خانم شوهردار یا میگه آقای دکتر من میخوام برم یه دوست پسر بگیرم، نظر شما چیه؟ من میگم که اوکی بیا سود و زیان کنیم ببینیم سودش میچربه یا زیانش. اون چون این فکر رو داره و اومده تایید بگیره بیشتر چی مینفسه؟ سود مینفسه. خب منم برای اینکه اعتمادش رو جلب کنم چی کار میکنم؟ 2 تا سود اضافه میکنم. خب که بفهمه که من بایاس ندارم. چون اگه تو سود اضافه نکنی اون میگه که این بایاس داره دیگه، این فقط میخواد منفی بگه. بعد از اینکه 2 تا سود اضافه کردم میگم اوکی حالا بیا سر زیان. یه زیانایی هم چشمون نمیاد. من میگم بنویس. این که لو بری مثلا با مامانت بفهمن، همه فامیل همه بفهمن، چند بهش میدی از 100؟ مثلا میگه 70. میگم 70 یعنی اگه جاریای تو فردا بگن این رفته با کسی سکس کرده، پدر تو، دایید، عمود، برادرت، خواهرت، مادرت اینا بفهمن، تو به این 70 میدی؟ نمیدونم شاید تو اینجوری، ولی من اگه بودم به این شاید 100 میدادم. حالا مثلا 95. اون خب 95 اینجوری باش کار میکنید، سودش نمیچربه اون من. ولی خب وقتی مرد گند میزنه دیگه نمیتونی جلو زنا رو بگیری. ببیش اگه مرد قبلا اونم خانم بازی کرده باشه، خانم ازش آتو داشته باشه. چجوری به جز مهارت‌ها با اون خانومی که فهمید سودش نمیچربه ولی باید تحمل کنه و زندگی رو تحمل اون شرایط؟ خب وقتی سود میگم آقا یه رفتاریه که سودش زیانش از سودش بیشتره، کدوم آدم عاقلی هم چیکار میکنه؟ بیا یه هابی دیگری رو جایگزین کن. و بهش میگم مستر پرفکت وجود نداره. مشکل ما با اون خانمایی که طبع وحشی دارن، اونایی که طبع وحشی دارن خب واقعا دیگه خیلی کار باشون سخته. حالا افرادی که روابط فرزندشون دارن با توجه به اینکه شما گفتید اینا عذاب وجدانم تجربه میکنن، همشون نه، نیمیشون. میخوام ببینم اینا شادکامیشون در چه حده؟ شادکامی یعنی در حینی که رابطه دارن یا کلا کسایی که روابط فرزندشون دارن معمولا رضایت ندارن دیگه. معمولا رضایت. حالا با توجه به اون چیزایی که ما میدونیم اکثرا اینجوریه. نیمشون سوگوارن حداقل. یعنی شادکامیشون میخوام ببینم در چه حالتی. وقتی نیمشون سوگوارن شادکام هم نیستن. اول اگر کیس رو داریم که واقعا این حالت سوگواری رو داره، پیشنهاد مستقیم شما میدید که رابطه با اون کسی الان رابطه خیانتی باش داری قصد کن، همسرش بسیار مرد خوبیه، بسیار دوستش داره، بسیار اکسایتمنت مرده داری یا نداری؟ نداره که من بهش میگم که شوهرت بیار تا ببینیم چه نقایصی داره، آیا نقیصه قابل برطرف شدن هست یا نیست. اگه نقیصه قابل برطرف شدن باشه مرده رو نقیصه‌شو برطرف میکنیم و در حینی که داریم نقیصه مرده رو برطرف میکنیم میگیم اون رابطه رو باید کات کنید. و اگر مرده نقیصه‌اش قابل برطرف شدن نباشه بنده خودمو میکشم کنار، نه چیزی رو تایید میکنم نه تکفیر، خودمو میکشم کنار. یعنی میگی که نه یه چیز میگم نمیدونم، خودت باید تصمیم بگیری، من نمیدونم چی بگم، من نمیتونم به جای تو تصمیم بگیرم. مثلا من ازدواج میکنم، در کنار ازدواجم مثلا با یه پسری ارتباط دارم، میام پیش شما میگم من مثلا اینو دوست دارم و شوهرم آدم خوبیه، الان یه درگیری ذهنی دارم، هم اینو دوست دارم هم اونو دوست دارم. من میگم شوهرت بیار تا ببینم. من نمیگم معشوقت بیار، من میگم شوهرت بیار تا ببینم. شوهر رو میاره و از شوهر میپرسم تعریف تو از زن چیه، از نیازهای روانی زن چی میدونی، گونه چپ خانمت لمس کنم ببینم، خانمت بلندشو بغل کن ببینم، سکسی بغل کن. خب خانومت رو وایس نیم متری یه متری تو بدون این که پادو از این خط بذاری جلو، خانومت رو به طرف خودت نزدیک کن. آره خب من میخوام چی کار کنم؟ بعد بهش میگم خب اینا اشکال داره، باید این کارو کنی، این کار کنی، این کار کنی، این فیلم‌ها رو ببین، این فیلم‌ها رو ببین، این کتابا رو بخون، انتظاراتتون رو بنویسید بیارید و حتما بهش میگم زن یه
مثلا زن تو یه ماشین حالا بستگی داره 4 سیلندر 6 سیلندر 8 سیلندریه که یه باک بزرگ هیجان داره، یه باک بزرگ توجه. تو نخه در جلوی زنه. نه من اینو از اتاق بفرست بیرون و اینا این کار نمیکنم، دوف جلو رک مستقیم. میگم خب حالا این چیزها رو زن تو میخواد، میتونی برآورده کنی یا نه؟ اگه برآورده نکنی اون وقت خیلی تاوانا ممکنه بدی، ممکنه از طلاق بگیره، ممکنه بره دوست به سر بگیره، ممکنه هر کاری بکنه. این ایجاد بدبینی نمیکنه؟ این آقا نتونه خودش آگاهی رو دائما این طبق گفته شما من میگم ممکنه. خب مرد مگه فکر از کسی دیگه تو جامعه نشینه که زن شوهردار ممکنه در بره؟ شنیده حرف من که نمیگم داره زنت با یکی دیگه رابطه داره، که من میگم ممکنه بره. حالا البته زن تو اهل این چیزا ممکنه نباشه، ولی هر زنی ممکنه بره. باز دوباره یه ذره ببین آدم‌ها وقتی که احساس امنیت کاذب میکنن، اغلب کسایی که همسرشون رفته رابطه خارج زناشویی داشته علتش این بوده که همسرش احساس امنیت احمقانه کاذب میکرده که هیچ وقت همچین کاری نخواهد کرد. همیشه من احساس امنیت کاذب ازشون میگیرم. چی گفته نمیره؟ نه خیر من زنم بهتر از شما میشستم، این نمیره. میگم هیچ زنی قابل چیز نیست، منشی رو میارم تو. میگم خانمایی که رابطه خارج زناشویی دارن میان تو کلینیک ما، خیلی قیافشون با این خانم متفاوته. خیلی از این خانم مثلا تیتیش مامانی‌تر و برونگردارتر و در و دافترن. اونم میگم نه والا خیلیشون خیلی معمولیان، خیلی هم معمولی تر از ایشون. میگم مرسی بفرمایید بیرون. میگم دیدی اگر مرد احساس، اگه بنده فکر کنم هر کاری کنم تو زندگی زنم نمیره دادر، خب هر کاری میکنم و اتفاقا زنم میره دادر. خب اینه که باید به یه زن حال داد، باید به یه زن حال داد. من درست در زمانی که به خاطر خارج رفتن و وضعیت دلار و اینا قرارمون این بود که هیچ خرجی نکنیم و پول جمع کنیم و استیتمنت مالی بدیم نمیدونم سفارت خونه و اینا، خب مثلا یه پیانو برای خانمم خریدم بدون اینکه بدونه مثلا جمعه تو گفتم پاشو چیه، یه پیانو دارن الان میارن، اصلا مونده بود که چی بود. خب ببین باید به زن حال بدی، هیجان بدی. خب من میتونستم بهش بگم میخوام برات یه پیانو بخرم تا چند ماه آینده میخرم، خب این دیگه نمیشد سورپرایز. خب اینه که این چیزا رو باید یاد بدی به مردا. من به مردا یاد میدم، ولی اگه مرد یادم واقعا شوتیه که این چیزا رو یاد نمیگیره، من خودم میکشم کنار. بی خلایق هرچه لایق، دیگه تقصیر من نیست، تقصیر خودشه. من همیشه به مرده گفتم عمل نکرده. اگه یه روزی بیاد بگه آقای دکتر زنم رفته رابطه خارج زناشویی پیدا کرده، بهش میگم خب مگه من اون حرفا رو بهت نزدم؟ تو بهش عمل نکردی. طبیعی خودت مقصری. درسته جدایت جنسی مثلا این مردا نواحی شهوت‌هاشون مثلا متمرکز به یه جا، باید زن‌ها مثلا مترقب. این تحلیل تو چیه؟ نمیدونم والا. متراکمه؟ یعنی چه که مال زن متراکمه مال مردا توی اون؟ مثلا آخه اصلا ربطی الان به مفصل الانمون نداره. اینه بذار تو اختلالات کارکرد جنسی سوال کنی. آخه الان نایه شهوت زا و اینا اصلا ربطی به این رابطه خارج زناشویی نه. یه شهوت فهمیدی شما منظورش چیه؟ مثلا در دیگه نوایی شهوت مثلا گوش هست میبینم فقط اینا. خب من فقط نواحی شهوتاش تمرکز هست بر عادتش. نه یه مردم از اینکه گردنش خورده بشه خیلی لذت میبره. برای همینه که این پسرای شیطون تو خیابونا که میبینی همه این جای دونه جای خون مرده اینجاشونه، خیلی هم کیف میکنن، لباسای بی یقم میپوشن که این جا خون مرده حتما پیدا هم باشه. به خدا نمیدونم، من خیلی میبینم. خب به عنوان یه جور چیز دیگه، لاو مارک دیگه. خب اینا نمیدونم، نه لزوما در مورد همه سر نمیدونم. بعد اصلا نمیدونم الان اصلا ارتباط چندان به بحث الان من نمیفهمم، چون اصلا بحث سکسی نیست، بحث رابطه خارج زناشویی. و رابطه خارج زناشویی اغلب یه چیز عاطفی و روانیه، بعد سکس دنبالش میاد، به ویژه برای زن. خب
کم مثلا زنایی که اورگاسم ندارن با شوهرشون خیلی ممکنه خیانت کنن، ولی فقط به خاطر اینکه اورگاسم نداره نیست. خیلی زنا هستن که اورگاسم ندارن ولی خیانت هم نمیکنن. چرا؟ چون شوهر واقعا همه جور از نظر عاطفی ساپورت میکنه، همه جور محبت میکنه. ولی اگه یه مردی یه جای کم بذاره، حالا هیچ وقتم خانم به اورگاسم نرسونده، خب آره این احتمال خیانتش خیلی زیاده. اینه که شما چارچوبای مختلف خیانت رو دیگه شناختید با این دوتا نظریه. اگه بهتر از این میخواد یه دوتا کتاب راجع به خیانت چاپ شده، البته ممنوع هم شده، من نمیدونم، یکیش پیوند زخم خورده است که قرار انتشارات رشد چاپش کنه، خب، و یکی هم خیانت‌های زناشویی. نویسندش هم ذهنم نیست. نه، خیانت‌های زناشویی. نه، رهایی از خیانت‌های زناشویی مال نسل نواندیشه. اون نه، یه چیز دیگه است. توش درمانم دیگه؟ تون درمانم گفته. ببخشید. دومی انتشارش نمیدونم. استاد پشیونای لاو با رومانتیک لاو چه فرقی داره؟ توی رومانتیک لاو شما همه اجزای لاو وجود داره. خب پشن لاو خب چیه توش؟ شهوت نیست، پشن نیست، محبت هست، پشن نیست. حالا اونا که تو بیای مثلا دونه دونه تقسیم کنی این چه لاویه، این چه لاویه، این چه لاویه، خیلی اهمیتی نداره از نظر بالینی. تو باید فقط بدونی چی نیست. آیا پشن توی این ازدواج هست نیست؟ من اینو اومدم به 11 تا تبدیلش کردم مال استرینبرگ رو. خب اولیشو گذاشتم، بنویسید اینو. کی؟ 2 شروع کردیم. خب یک احترام، اینو خود من درست کردم. این عشق واقعی، عشق راستین، من اینو گذاشتم اسمشو. یک احترام، 2 اعتماد، 3 تعهد و مسئولیت پذیری. چون خیلی ها تعهد رو فکر میکنن فقط راجع به اینه که با کسی نره تو رابطه. تعهد خیلی مفهومش بالاتره، مسئولیت پذیری هم زیر مجموعشه. 4 صمیمیت، صداقت و رفاقت. شهوت چیه؟ صبر کن، حالا تو هم فکر شهوتی. آخه استاد گفتید این 8 نفر من 4 نفر. دفعه دیگه باید یه دارو بیارم تو ذره خانه توی فلوکزتین بیارم افشانه بدم. خب بعد بخشش و گذشت. بعدیش از خودگذشتگی، ایثار و فداکاری. همون تو بالای گنجونده نه فرق از خودگذشتگی با بخشش خیلی فرق داره. بخشش میشه forgiveness، این میشه sacrifice. بخشش و گذشت اون میشه forgiveness. خب از خودگذشتگی، ایثار و فداکاری، همه اینا بچه‌ها متقابله. بعدیش پذیرش، درک و همدلی. بعدیش یاری، پشتیبانی، اینا همش کاما داره. یاری، پشتیبانی، پرستاری، بعدیش سپاس و ستایش، بعدیش حالا شهوت و هوس، بعدیش معنویت. چند تا شد؟ 11. نرمی، نوازش، هماغوشی و بوسه گرم. این 12 تا رو حالا ان شاءالله یه روزی عمری باشه من میخوام توی کتابی مثل این کتاب استرینبرگ منتشرش کنم. این 12 اسپریچوالیتی دقیقاً معنای اسپریچوالیتی معنویت که تو عشق باشه، تو زندگی باشه. خب نه تقدس، معنویتی که ممکن تو اسلام باشه، تو یهودیت باشه، تو بودایی باشه، تو یه چیز دین عرفانی، یعنی اوج عشق. این 12 تا باید باشه. من دقیقاً ترتیب نداره.
خب ولی مسلماً احترامیه که چون اگه ریسپکت نباشه هیچی نیست. اینه که من این 12 تا رو بچه‌ها چک میکنم تو زوج درمانیم، هر کدوم نباشه به صورت زوج درمانی استراکچرال میام چی کارش میکنم؟ تقویتش میکنم. حتما اگر این 12 تا تو زندگی یه زوجی باشه خیانت رخ نمیده، طلاق رخ نمیده، هیچ مشکلی پیش نمیاد. و اگر یک کدوم از این 12 تا نباشه، من سپاس و ستایش رو اخیراً بهش اضافه کردم و اینو بدونید تو همین کلاس هم این شکل گرفته. یعنی هی ما مثلا اینو گفتیم، اون یک چیز گفتیم، گفت آقا تو پذیرش چرا نذاشتی، اون گفته مثلا پشتیبانی رو چرا مثلا اینجوری شکل گرفته. اکسپتنس. ولی مثلا یه سری آدمای یه ذره مسن‌تر با تجربه‌تر ممکنه بدونه مثلا این دیدگاه علمی که شما دارید به اینا رسیدن مثلا چرا وقتی خواستم نامزدمو نکردم، حالا غیر از اون شهوتش تمام این صفات‌ها رو بهش گفته بودن که مثلا من انتظار دارم داشته باشین شماها. اون شهوتش هم بگوییم میاد میگه کامل باشه. خواهش حالا میذاره اول با سکس رو شما بدونید. الان سکس رو زوج درمانی یه چیزایی میدونید، یه کلاس‌های دیگه هم هست، ولی سکس رو که کسی نمیدونه. سکس رو اول بگین، بعد وارد زوج درمانی هم میشین. خب زوج درمانی حالا مکاتب مختلفی داره، روانکاوانه، CBT، نمیدونم مایندفولنس. اون چیزی که من به کار میبرم و خوبم جواب میده بیشتر همون استراکچرالشه. سیستمیکش هم خوبه ولی استراکچرال خیلی دم دست رو راحت تره. استراکچرال خیلی دم دست داره. سیستمی میشه برای خانواده درمانی. سیستمی بیشتر مال خانواده است. زوج استراکچرال و خیلی هم اتوریتیو باید باشه. یعنی با اتوریته. مدل کی؟ مدل کی؟ تو بگو. شما بگید. من نمیگم. برو ببین مینو چی؟ میدونی اینجوری شما باید که استراکچرال کار کنی، اتوریتیو باشی و من اینو بیشتر میپسندم و عملا هم ازش جواب گرفتم. مدل قشنگترش شاید CBT کاپل تراپی باشه ولی کاگنیتیو بیهیویرال خیلی جلسه میبره، خیلی حوصله میخواد، خیلی طولانی میشه. زوجای ما نمیان، زوجای ما حوصله این چیزا رو ندارن. بشین مدل پروانه‌ای بکش و رفتارتو نمیدونم چی و من میگم دورشو گذروندم ولی وقتی میخوام بیام عملی کنم میبینم انگار همون استراکچراله تو جامعه ما بیشتر جواب میده و زودترم جواب میده. مثلا تو جامعه ما یه چیزی که بخواد طول بکشه و چون به نظر من CBCT دست کم 16 جلسه میخواد. Cognitive Behavioral Couple Therapy به نظر من حداقل 16 جلسه میخواد. کار شما چقدر میانگی؟ کار من 8 جلسه. نه 3 جلسه 8 جلسه. حتی اگه مشکل سکسش شدن 8 جلسه که این 8 جلسه اگه مشکل خیلی حاد باشه 4 جلسه اول 2 هفته یه باره، 4 جلسه بعدی ماهی یه باره. اگه مشکل شدید باشه. اگه مشکل شدید نباشه 2 جلسه اول 2 هفته یه باره، بعد میشه ماهی یه بار، بعد میشه ماهی یه بار تا 8 جلسه. و این منم بهتون بگم اگر کسی تو 8 جلسه نتونه مشکل سکسی یا مشکل زوجی کسی رو حل کنه بعیده که دیگه هم بتونه. آخه بستگی به قابلیت‌های فردی اون 8 جلسه باید بعضی‌ها خیلی گیرایش همه آموزش کمتر میگیرن. من 8 جلسه واقعا خیلی، من مشکل سکس رو اگر باشه با 2 جلسه حل میکنم. مشکل سکس بر من نمیترسم، مشکل زوج سخته. مشکل زوج سخته و واقعا به قول دکتر بینا بعضی وقتا آدم فقط سرشو میخواره که چه خاکی به سرم کنم. یعنی اصلا آدم میمونه رابطه خواهر شوهر اونجوری داغون، مادر شوهر داغون، این اونجور داغون، اون اونجور داغون، کلی تروار بیام این مریضین داره، کلی تروار اون داره. اینجاست که من خیلی استراکچرال رفتار میکنم. من راضیم. به شما بگم اگه استراکچرال ساختاری کار کنید، واقعا ساختاری کار کنید جواب میگیرید، ولی باید اتوریته داشته باشید.
من مثلا بعضی از شاگردان مثلا آیا تو من برم زوج درمانی بشونم، نه تو باید به درمان انفرادی، تو باید به درمان انفرادی. به یکی دیگه میگم تو حتما باید بری زوج درمانی، به یکی دیگه میگم تو میتونی سکس تراپیست خوبی بشی، به یکی دیگه میگم تو اصلا نباید سکس تراپیست بشی. خب اینه که زوج درمانی ساختاری اتوریته میخواد، اتوریته میخواد که تو نگاه که به یارو میکنی یارو بشینه سر جاش. استاد من چی تراپیست بشم؟ تو سکس تراپیست نشو. من چی بشم؟ چرا نشم؟ برای اینکه تو اینجوریه که بخوای لباس بپوشی بری تو جلسه یارو اصلا دیگه زنشو فراموش میکنه. نمیرم تو جلسه. نه سکس ببین هر چیزی یا یه منشی میخواد. خب دوستای من که مثلا خیلی خانم بازن و روانپزشکن، خب اینا هیچ کدوم تو سکس تراپی نمیرن. چرا؟ چون میدونن 2 جلسه هم نمیتونن اداره کنن، جلسه سوم رویاروه. خب رفتن مثلا دنبال اعتیاد، رفتن دنبال مثلا خانواده درمانی، دنبال چیزای دیگه. همین میخوام بهتون بگم نقطه ضعف و قدرت خودتون رو بدونید. من نسبت به معتادا خشم دارم. من اصلا برام نمیتونه قابل پذیرش نیست که یارو برو شیشه بکشه، هروئین بکشه، تریاک بکشه یا مشروب بخوره اینا. من اصلا نمیتونم با معتاد سر کار کنم. نمیتونم. اصلا حوصله آدم آنتی سوشیال بوردرلاین رو ندارم. خب اصلا حوصله آنتی سوشیال ندارم، در صورتی که من دوستی دارم که بسیار تو اعتیاد قویه، ولی میگه من اگه یه هوموسکشوال بیاد مطبم یا ترانسکشوال بیاد مطبم، در مطب رو باز میکنم با لگد پرتش میکنم بیرون. خب اونم تو سکس کار نمیکنه. میدونین هر کسی توی یه چیزی باید. مثلا من دیدم خودم حال روانکاوی 3 ساله یه نفر رو ندارم. اگرم بخوام روانکاوی بکنم با متد دوانلو پیش خواهم رفت. من تا دوره خوبی تو ایران مثلا راجع به دوانلو نیست دیگه. اینه که باید آدم بره خارج دورش رو ببینه و دوره ندیدم اگر آدم کار دوانلو رو کنه ممکنه اصلا مریض رو سایکوتیک کنه. اینه که خیلی من یه جاهای از تکنیک‌های دوانلو استفاده میکنم تو کارم، خب ولی واقعا خامه به نظر خودم، روک بگم و صادقانه. چون آدم باید بره میدونید یه تکنیک آموزش ببینه. آدم باید یه تکنیک رو آموزش ببینه، وگرنه اگه شما تکنیک آموزش نبینی، مثل اینه که جراح باشی آموزش لاپاراسکوپی ندیده باشی، حالا بخوای بری با لاپاراسکوپی خودت شروع کنی، مشکل پیدا میکنی. اینه که شما، نظر من اینه قابلیت‌های خودتون رو بشناسید. مثلا این خانم به نظر من باید بهش زوج نبینید. این خانم باید زوج باشه. این خانم شاید که مثلا تو وسواس بره، به نظر من بردباریه مثلا کار با وسواسش هم نداشته. کودک و نوجوان. تو؟ من نظرم کودک و نوجوان، چون این زیاد نمیدونم. قول شما که جلسه مثلا ایشون درمان انفرادی به نظر من خیلی بهش میخوره. خب درمان انفرادی خیلی بهش میخوره، مشاوره و روان درمانی شناختی رفتاری انفرادی. خب زوج درمانی مثلا به ایشون مثلا این 2-3 نفر کار زوج میخوره. خب بهشون هم که عقب میشستن. خب زوج ببینید تو توی زوج، من خودم خدا شاهده تا وقتی ازدواج نکرده بودم زوج نمیدم. یعنی من تا ازدواج نکرده بودم فقط سکس تراپی زوج رو میفرستادم پیش کسایی دیگه، میگفتم برید پیش فلانی زوج درمانی کنید. میگفتن چرا خود شما نمیکنید؟ گفتم من متأهل نیستم. خب باید درکش رو داشته باشی. مثل کسی که مثلا کار کودک و نوجوان ولی بچه نداشته باشه. خب ببینید من واقعا اینا خیلی مسئله است. ببین مثلا من نمیخوام برم فوق اطفال بگیرم، برای اینکه فوق اطفال اگه تو بگیری خودت وقتی بچه نداری، خب ربطی نداره برای ابتدایی. ببین ما الان داریم فوق تخصص اطفال خیلی هم باسواده، ولی وقتی تو خودت با زن بچه توی ملموس نیست. خب من بچه ندارم چرا واسه میگین برو؟ خب بچه تو اونو ببر نصیحت کنه به نامزدت حله بچه زود خب اینه که میخوام بهتون بگم محدودیت‌های خودتون. مثلا کسی که مجرده تا حالا سکس نکرده که نمیتونه سکس تراپیست شه. سر یکی از کلاس‌های ما 2 دختر بودن که اینا میگفتن ما تو شیراز و ارومیه سکس تراپی می‌کنیم. بعد یکیشون که تو شیراز بود میگفت من تا حالا تو عمرم سکس نکردم، حتی
بوسه‌ای با بین من و پسر رد و بدل نشده. گفتم خانم پس چه سکس تراپی تو می‌کنی؟ اصلا تو نمی‌فهمی اصلا چی هست سکس. با تخیلات آدم نمیتونه سکس تراپی کنه که. اینه که شما باید هر کدومتون بدونید چیه. من میدونم مثلا یارو که میاد اینجا برای من میخواد فریب بده، آقای دکتر خانم من یه چیزایی میگه، به خدا من این کار نیست. میگم ببین من خودم لا پسرای من بکرد بزرگ شدم، وسط این جامعه کف خیابونم بزرگ شدم، این حرفا رو برای من نزن، من خودم ختم روزگارم. یارو میفهمه که اینجا دیگه باید مغر بیاد غلاف کنه. خب اینجا میفهمه که باید غلاف کنه. یا خانومه اگه مثلا بگه که نه آقای دکتر شوهرم میگه به من شک داره، من هیچ کاری نمیکنم. به شوهرش من یه لحظه میشه من با خانومت صحبت کنم، داره میگم برو بیرون. در خانومه که تنها میشه من میگم خانم اینا رو برای من نگو. چجوری اعتمادش رو جلب می‌کنید؟ بهش من نمیگم به شوهرت، من به شوهر چیزی نمیگم، ولی اینا رو به من نگو. اگه شوهرت حالا خرج کردی منو نمیتونی خرج کنی. تو رابطه داری با کسی؟ رابطه دم خدا شاده یه دفعه به کسی گفتم رابطه دم تا چند وقت پیش فقط بوسه بوده، ولی در ماه گذشته تو اورال سکس انجام دادی واسه اون مرده، رنگ از روش پرید. یعنی اصلا رنگ از روش پرید. موچش اینو میگه و گفت که نه اصلا نمیدونم چیه، یه حسیه که من میگه این زن اخیراً یه استیج تو این رابطه پیش رفته. خب پیش رفته اینه که یه حسه. و زنه وقتی میفهمی به شوهرم نمیگین، میگم مطمئن، مطمئن داره بودم، خودش باعث شد این کارو کرد. اینه که شما زوج درمانی و سکس تراپی یه اتوریته میخواد. اعتیاد یه نوع اتوریته همراه با مرهم نهادن میخواد. منی که خشم دارم به فرد معتاد چجوری مرهم بذارم بهش؟ من مرهم نمیتونم بذارم، من نمیتونم درک کنم که بره هروئین بکشه، پس بنابراین این درمان وارد نمیشم. اینه که شما محدودیت‌های خودتون هم بفهمید، محدودیت‌های خودتون رو بفهمید و اینا رو جدی بگیرید. اکستراماریتال همیناست. در جلسه یه درمانشو میگیم. اکستراماریتال همیناست. همین چیزایی که براتون گفتم. دون ژوان هم خوب بشناسید. دون ژوان کمه ولی واقعا وحشتناکه. یعنی خیلی این دخترایی که خودکشی میکنن و خودکشی موفق میکنن ناشی از برخورد با دون ژوانه. دون ژوان زندگی دخترها نابود میکنه. چون دیگه هیچ وقت هم هیچ پسری پیش چشش نمیاد. برای چی؟ برای چون اون دیگه پرفکت بود، یه آرمان بود. خب ولی هر کسی هم نمیتونه یه دون ژوان باشه. هر کسی هم چون دون ژوان پولم میخواد. خب ولی ببینید دون ژوان در هر طبقه اجتماعی مال همون طبقه اجتماعی ها. یعنی دون ژوان پایین شهر هم داریم، دون ژوان روستایی هم داریم. دون ژوان درگیر اعتیاد میشه؟ دون ژوان ها باریکلا خیلی خوب سوالی کرد. دون ژوان ها ممکنه درگیر اعتیاد بشن. برای اینکه هیچی ارضاشون نمیکنه ممکنه درگیر اعتیاد بشن.